دهيما إريشار خصنا دولة إسلامي لعراق وشام داعش لسر هرما كوباني شهر و پفچون لدردورا باجار کوبانه بردوامن. بالا فرین هف پیمانی ناف دولتی جی پیگهن داعش لدردورا باجار بومبا باران دکن. ده همان دم دار خصنا نافوری لی آلی باشور تنه 500 مترا نیزیکی باجار بویا. جالگوانی که جنوا باجار کوبانه جه آرکر راگهاند کو چکدارن داعش شوابوری چیای مشتنور یه نیزیکی کوبانه خستن بن کنترل خدا. اجور و باجار کوبانه تو باران دکه. و نها شهر و پفچون دنابرا هزینیه پکه ین بسر پارتیا پیده و چکدارن داعش لآلی روشهلات و باشور کوبانه بردوامن و داعش باجار کوبانه جگنده قرحلنجه تو باراندکه. همان چالکوانی دا خویا کرن که داعش نها لآلی باشور لگنده مامند و ترمکه دمینن و تنه 500 متری نیزیکی باجار بونه و لآلی روجاوا و لگنده میناس و ایزاعی دمینن. جالی که دن و روانگاه سوریه ما فهمروان راگهاند که رخصنا داعش یا تندرو جوه صبحه و 10 توپ لسر باجار کوبانه دا و حکومت ترکیه درگاه سینوری دناور روجاوای کردستان و ترکیه دا گرتنه و بزوره بریندار در باسی خاک ترکیه دکه. هر وها روانگاه سوریه دیار کرد که شوابوری بالا فرنشر این هفیمانی ناف دولتی بگهن جکدارن داعش لگنده قرحلنجه و مزرع داودا و در دورت چیای مشتنور توپ باران کرن. درباره روشا مرووی ده و لگور چالگوان میدانی که حتی نها در دورت 10,000 کسین سویل این خلق کوبانه گندواره و لسر سینور روجاوا و باکور کردستانه نه. لیده حکومت ترکیه ریدا 1500 حتی 2000 ولاتین کرد که اتومبیلین خواه بخوره در باسی ترکیه بکن. هجای گوتنه که اوه 20 روزن باجار کوبانه جالی چکدارن داعش و هاتیه دور پیچ کرن و شهر و پفچون و تو باران کرن و تالان کرن و ویران کرن و کوچبری بردوامه. جبو برنامه آرک حلب چسعدو.